برم نرم میگه نرو. حالا گفت فرو. اومدم دنبال دوچرخم ترمینال بعد از 2 سال آزگار بی دوچرخه. و این مجسمه ای که وقتی نمایشگاه گذاشته بودم ازم خریده بود رو دیدم. اینجا یکی از شخصیتاش البته شکسته. با میترا من توی نمایشگاه سرامیکم آشنا شدم. احساساتم را محقق میکنم، مخفی میکنم. چه جالب. بعد ببینین خونه‌شو. هاستل و یه قامتگاه کوچولوی نقلی. اما اینجا اصلا کجا هست؟ کدوم شهره؟ حدس بزنید. اینم میترا. بگیر نکن دوست دارم. دوست تو یه چیزی رو دوست داشته باشی چی کار میکنی؟ تو یه چیزی رو دوست داشته باشی چی کار؟ دوستام هم این خودم من میدونی؟ خیلی اشتی بالا راجع من این آخرها یه چیزی گفتن خیلی جالب بود. میگفتن من آجی یه جوری که میکنم گلم. ای خدا. آره بذار خدافظ. چه برمیگردی؟ من نمیخوام بری خونه تو. میگم من نمیخوام بری خونه تو. بیا گوشیتو بگیر برو.